با سلام خدمت دوستان. امروز هم یه L90 داریم که مشکل جوش آوردن داشتش. دوستان معیار ارزیابی من توی L90 که جوش میاره معمولا L90 ها واشه سرسیلن نمیزنن یا نمیترسونن. حالا واسه ارزیابی من اول از ترموستات شروع میکنم. ترموستات رو کلا پشتش رو قیچی میکنم و موتور میزنم روشن شه. اگر اینجا آب گردش داشت به این حالت مشکل حله. اگر گردش نداشت این لوله رو با اون لوله پایینی با یه تیکه لوله تو خالی وصل میکنیم و واسه من خیلی مهمه که ببینم واتربوم کار میکنه یا نه. خب ترموستات که خالی شده، این لوله هم یک سر میکنید، باز گاز میدیم. اگر کار کرد به همین حالت یعنی واترپمپ سالمه. خب واترپمپ سالم بود، عرضم به حضورتون که ترموستات سالم بود. ایراد کار ما گرفتگی به شدت رادیاتور بود که مشتری صلاح تونستن عوض بشه. این هم نوع ارزیابی ما توی خودرو L90 در خدمت دوستان است یا هست. و ایراد دیگه ای هم که داشتش، شما نگاه کنید فن تو دور 97 نمیزنه، فن دور کن نمیزنه. حتی کارکرد عملکرد و از این قسمت میزنیم عملگرها رله فن سرعت پایین نمیزنه ولی سرعت بالا میزد. رله عمل میکرد ولی فن کار نمیکرد که با یه رله فرایدی ما اینو تست کردیم و مشکل برطرف شدش. هم رادیات کیپ بود، هم مقاومت فن خراب بودش که این ماشین دو تا ایراد داشتش که براشون برطرف کرد.